مامانی بله. تولد شنتیو زنگ زدن منو دعوت کردن برم خونهشون. تولد شنتیاه؟ آره. خب بگو بیا خونه ما. میگم تولد شنتیو خونه خودشون دارن جشن میگیرن. خونه ما واسه چی باید بیان؟ خب بیا خونه ما جشنو بگیرن. اینه داره. مگه میشه؟ فامیلش هم هستن، پسر خاله‌اش اینا هم هستن. نمیشه مامان که تولد پسره. چرا نمیشه؟ بگو فامیلاش پسر خالاش همه میاد خونه ما. خونه ما واسه چی باید بیان؟ تولد پسر خونه خودش جشن میگیره. مگه خنگه؟ نه خنگ نیست، پدر مادرش نمیذارن پسرشون جایی بره. تیبالین اینه که همش میری خونه مردم که پدر مادرش نمیذارن. پدر مادر واسه چی باید بزن جشن خونه ما بگیره؟ ول کن پسر ول کن. بهانه داری بری خونه شنتیش فکر می‌کنی من نمیدونم. تولد پسر خونه نمیدونم بگیره. بگو بیا خونه ما تولد بگیرن. بگو بیا زنگ بزن پدر مادرش بگو بیا خونه ما تولد بگیرن. نه نمیذارم شنتیو بگو بیا اینجا. شنتیو نمیاد. نمیذارم برم چی؟ تولد پسر خونه ما